سلام علیکم برای شما نوریان حق. سلام علیکم برای وصال حق. سلام علیکم برای نور و شبکه کلمه. محمد هستم از انگلیس. یک پیام داشتم چون که ما قبلا شنیده بودیم، یعنی در گذشته ها که میفتن فسق فساد فتنه از ایران بلند میشه، این شهرش به اسم قومه. یعنی ما قبلا نشنیده بودیم، وقتی این حالا ندیده بودیم قومه، وقتی این الان این فتنه ها رو میبینیم که از اونجا بلند میشه و میگن اینجا جمعکران است و از اون تمام ولایت فقیه از قوم است رهبری میشه. اون عرفای اون گذشته اون قدیما درست بودن که گفته بودن که فتنه از شهر از ایران یعنی شهر قوم بلند میشه. با امیدیم آرزوی این که این رافضین اول دعا براشون میکنیم که هدایت بشن و اگر هدایت نشن خداوند نیست نابودشان کنن. چون اینا ادعای مسلمانی دارن، چون تاریخ اسم اینا نوشته نشده در هیچ کتاب، در هیچ تاریخی که اینا با کفار جنگیده باشن، چون دائما اینا با مسلمین جنگیدن. از پشت 3 بار خنجر زدن به قوم عثمانیا. اینا خیانتای بزرگ کردن به قوم عثمانیا، خیانت بزرگ به صلاح الدین ایوبی کردن، خیانت بزرگ به عمر خطاب کردن. اینا دائما بر مسلمان ها خیانت کردن، یعنی در کشور ما افغانستان اینا خیانت کردن و در کشور عراق که یعنی صدام بود، اون مرد بود که جلوی کفار گرفته بود. اون خدا بیامرز وقت رفت این ایران فتنه شروع کرد، فتنه را در عراق و تا خود این ایران شیعای بقیه کشورها را تا آدم حساب نمیکنن، اینا رو دوست ندارن، فقط الله از رویت که به فتنه کجا بندازن و تفرقه. بله میگم ما شیعای فلان اجا، اما شیعه ولایت فقیه هستن، چون اینا در گفتار خودشون میگن بله افغانستان شیعه دارن ولی اینا بدجنسن، بله عراق سوریه لبنان شیعه دارن ولی حیف که اینا عربن، چون اینا را روی زمانه میگن. ولی شیعه دنیا را تو در ایران اینا قبول ندارن، یا برای زندگی یا زندگی آرام داشته باشن یا اونجا زندگی کنن. اون حضرت علی رضی الله عنه هم عرب بود، امام حسین هم عرب بود، تمامی خاندان اینا عرب بودن. پس اینا چطوری میتونن به عربا بگن اولاغ خر؟ البته با این کلام من معذرت خواهی میکنم. شما را به خداوند کریم رحیم میسپارم. خداحافظم، شبتان بخیر.